گردی همایی بسیار سرآدم در شهر برلین. هزاران آدمان با وجود آنکه حکومت آلمان گردی همایی، میتینگ و غیره را منع کرده است و جاده ها ریختند. امروز در یکی از جاده های برلین همه را میبینیم. Da vermehrt die Ausrufe getätigt werden, laut Beschränkungen zu unterlassen sind, bitten wir Sie darum oder fordern Sie auf, dies zu unterlassen. Sollte dies nicht passieren, wird die Polizei einschreiten. Ich wiederhole, die Äußerung, die gemäß Beschränkungen zu unterlassen sind, همه آدمایی که برایشان آزادی و استقلال مقدس است از فلسطین حمایت میکنند. دفاع از فلسطین، دفاع از آزادی، دفاع از فلسطین، دفاع از استقلال و دفاع از آدمیت است. شاید از آغاز میتینگ تا آخرش تقریباً 2-3 کیلومتر باشد و در همه این مسافه و مساحت آدمان برای آزادی فلسطین صدا بلند میکنند. شما گمان نکنید که حکومت ها این مردم هستند. مردم دیگر است و حکومت دیگر است. امروز هزاران هزار آلمانی ها، مردم ملت های گوناگون، مذهب های گوناگون برای فلسطین صدا بلند میکنند، صدای اعتراض. هر کسی میگوید که فلسطین برای ما در کار نیست، او انسان نیست، او انصاف ندارد، برای او مقدساتی نیست. هر یک انسان همیشه باید در جانب حق باشد، در جانب حقیقت باشد، در جانب عدالت باشد. مسئله فلسطین، مسئله مذهبی، مسئله دینی هرگز نیست. این مسئله بشری است، فاجعه بشری است، فاجعه جنگی است.
امروز در پیش چشمان جامعه جهانی، در پیش چشمان ما و شما کودکان فلسطینی را میکشند. امروز اسرائیل بیش از 2 میلیون اهالی غزه را به گروگان گرفته است. تاریخ انسانیت چنین حماقت، چنین گروگانگیری را در یاد ندارد. شما امروز در چهره مردم فلسطین اشک را نمیبینید. در چشمان آنها اشک نمانده است. شاید آنها لبخند میزنند پیش از مرگشان برای بی‌شرفی انسانیت، برای بی‌ناموسی انسانیت، برای بی‌طرفی انسانیت. امروز در فلسطین آینده انسانیت معین می شود. یا ما غلام سرمایه داران می شویم یا ما انسان بودن خود را اثبات می کنیم. شکست فلسطین شکست تمام ارزش های انسانی است. شکست تمام قانون های بشری است. شکست فلسطین شکست سازمان ملل متحد و همه سازمان های دیگر است. شکست آزادی است. شکست استقلال خواهی است. شکست ناموس است. شکست عزت است. شکست شرف است. در این ساعت‌هایی که شما در خانه‌های گرمید، در این ساعت‌هایی که طفلان شما شاید بازی میکنند و یا آرام در آغوش مادران خود خفتند، کودکان فلسطین از گشنگی، از تشنگی میمیرند. امروز زیاده از 10 روز است که در غزه آب، برق، گرمی، داروی دوا نیست. اسرائیل واقعا اثبات کرد که یک دولت فاشیستی، یک دولت نژاد پرست، یک دولت اشغالگر است و بس.
بدبختانه در تاجیکستان بسیار گروه و حزب‌های سیاسی یا خاموشند یا میگویند ما را به فلسطین چیکار. و باز خودشان دعوای آزادی میزنند. آزادی مذهب ندارد، آزادی ملت ندارد، آزادی سرحد ندارد. هر کسی که آزاد و آزاده باشد باید در پهلوی مردم شریف فلسطین باشد. مردمی که به اسارت گرفتند، مردمی را که مجبور کردند خانه های خود را ترک کنند. این نسل چندمی فلسطینی هاست که در گوشه های گوناگون دنیا آواره و سرگردانند. این نسل چندمی فلسطینی هاست که در اسارت اون به سر میبرند و هر کسی که هر فلسطینی که برای آزادی برای استقلال برخیزد تروریست مینامند. حماس تروریست نیست. این یک حرکت آزادی خواهی است. تروریست آنهایی هستند که امروز فلسطین را بمباران میکنند. فلسطین آنهایی هستند، تروریست آنهایی هستند که به اسرائیل کمک میکنند. تروریست نتانیاهو است. تروریست جو بایدن فرتوت است. کسی دموکرات را نخریده است. نه شولز، نه بایدن، نه مکرون، نه دیگر و دیگرش. آنها هدفها، آرزوها، مقدساتی همون اروپایی های را هم فروختند که برای آزادی و استقلال مبارزه می بردند. دموکرات غربی و شرقی، جنوبی و شمالی نمی شود. شاید اینها هم تروریست باشند، شاید اینها هم اکستریمیست باشند، شاید اینها هم تروریستان اسلامی باشند. همین عباره ساخته تروریسم اسلامی یک حقارت بر ضد مردم مسلمان است. نمی شود که یک نمایندگان یک دین بزرگ را تروریست نامید. هزار افسوس که همه راه ها به فلسطین بستند. از هوا، از زمین، از دریا، همه راه ها را برای مردم فلسطین اسرائیل فاشیست بسته است، منع کرده است. باز منت میکنند که ما به غزه کمک میکنیم، ما به اهالی غزه جای کار میدهیم. من افسوس میخورم که نمیتوانم به غزه روم. صمیمانه اعتراف میکنم مرگ در فلسطین، مرگ در غزه، مرگ در بین این جوانان بی‌باک که برای وطن و استقلال خیستند. از این زندگی هزاران بار با شرفتر است. زندگی خوردن و خفتن نیست. زندگی در اروپای آرام زیستن نیست. آدم آسان به حیوان بدل می شود اگر برای وی مقدساتی نباشد.
اگر برای وی آرزویی نباشد. به خاطر شهیدان گلگون کفن، به خاطر کودکان، شما دیده یک طفلکی را که همگی 7 روز از این پیش تولد شد و در 7 روزگی در زیر بمباران اسرائیل کشته شد. کودکی که همگی 7 روز زندگی کرد. هر کسی میگوید که از دست من چی می آید؟ یک ناکس، یک بهانه‌جو، یک نامرد بیش نیست. Wir fordern auch an das Verbot und Ausschauung nicht zuzugeben, sollten wir nicht anhalten. Wird die Polizei nach Maßnahmen sein. Ich wiederhole, wir den Beschränkungen, Verbot des Auslagen oder Verbot... من افتخار میکنم اگر مرا شاه زندان کند یا از آلمان اخراج کند، افتخار میکنم. تنفيذ الجزء التسليم ووضع للشركات المضافات من فضلكم الاستماع للاقوال والشعارات الممنوعه وفقا للتطبيق الصادر من المظاهره وهي سوف تتلقى الشرطه. اسرائیل در زمان در 75 سال برای فلسطینی ها یک زندان ساخت. زندانی رژیمش سخت‌ترین در دنیا. 75 سال این مردم در زیر اسارت زندگی کردند. 75 سال نسل کشی دوام دارد. هر فلسطینی که صدا بلند میکند، هر فلسطینی که اقلاً یک بار در یک گردهمایی اشتراک کرده باشد و یا میبرند حبس میکنند، زندان میکنند. زندان های اسرائیل پر از فلسطینی های بیگناه است. امروز اسرائیل فلسطین را نه، ارزش های انسانی را زندان کرده است. ما همه زندانیم. انسانیت در زندان است و زندانبانش رژیم فاشیستی، رژیم نجات پرست، رژیم خونخوار، رژیم کودککش اسرائیل است. مرگ به اسرائیل. مرگ به بایدن و به همه سیاستمدارانی که امروز میروند با قاتل عصر، با قاتل زمان، با قاتل زمانه نتانیاهو دست میدهند، سلام میکنند، او را آغوش میکنند. زنده باد فلسطین، آزادی به فلسطین.
دموکراتیا این بازیچه دست غربی ها باشد و یا دموکراتیا بافته و ساخته اروپایی ها باشد. هرگز چنین نبود و نیست. همین اروپایی ها بودند که هولوکاست را تشکیل کردند. همین اروپایی ها بودند که یهودی را هر کجای می یافتند می تاختند، می کشتند، می سوختند. امروز اسرائیل وقار خود را از مردم فلسطین می خواهد گیرد. Presiden Aufmerksamkeit, Presiden Bayern, Presiden Bayern. Diese Beschränkungen, verbotenen Aufrufe und Verbote sind zu unterlassen. Ich wiederhole, bevor die Aufrufe, die Beschränkungen, verbotenen Aufrufe und Verbote sind zu unterlassen. Sollte es nicht vollständig sein, zu denen Sie in der Einigkeit haben. تسليم الشرطة وصل المسلمين في الإطلاقات. من فضلكم الامتناع عن الأقوال والشعارات الممنوعة طبقا لتصريح التظاهر. همین ماه تنهای در هوا بین دگر همین ماه فلسطین است و حتما بعد شب روز می آید. حتما ماه آزادی می براید. باز یک بار تکرار میکنم، با وجود آنکه حکومت آلمان تشکیل میتینگ و گردهمایی ها را منع کرد، ولی مردم باز به جاده ها ریختند. حالا شاید در فلسطین شب آمد، اما بالین مردم فلسطین شاید یک سنگ شکسته، یک پاره دیوار باشد. شاید یک کودک فلسطینی از مادرش آب میخواهد، اما مادر او در کوزه آب ندارد به جز آب چشمانش. شاید کودک نان میخواهد، اما مادر نمیتواند که برای او نان دهد. شاید یک کودک فلسطینی، یک پیرمرد فلسطینی از تب دود میکند، دارو میخواهد، دوا میخواهد. برای او یگان دارو، یگان حب، یگان تبلیت که نیست. در این ساعتها شاید با اسرائیل به نام دموکراتی خانه های باقی مانده غزه را بمباران میکند. بعد یک ساعت، یک دو ساعت باز مردم به خواب می روند و باز فلسطین را فراموش نمی کنند و باز فلسطین را فراموش نمی کنند. من باور دارم که امروز تنها اتحاد جهانی، اتحاد سراسری می تواند پیش ظلم رژیم فاشیستی اسرائیل را گیرد.
شب بخیر فلسطینی عزیز. امیدوارم که روز نو برای تو روز آرامی می آورد، آسایش می آورد و حتما روزی می رسد که بیرق فلسطین در الاقصی پرافشان می گردد. زنده باد فلسطین، زنده باد رزمندگان فلسطین، زنده باد مبارزان فلسطین، زنده باد نوجوانان فلسطین که خاموش نیستند. یادتان بخیر شهیدان گوگل کفن.